حروف الفبا که به 3 شکل به شما آموزش داده میشه. اولین شکلش دوستان همین الفیه که متداولا توی نوشتار روزانه ما ازش استفاده میکنیم، فقط با یک پرتاب خیلی کوتاه یک کمی سعی میکنیم که بهش شکل بدیم. دوباره می‌نویسم براتون تمام قلم، کامل و پرتاب. شکل بعدی دوستان شبیه به الف معلا هستش. ما از سمت چپ قلم رو میگذاریم، میایم به سمت پایین، نقطه انتها یک دوران و یک پرتاب داریم. دوباره انجام میدم براتون. کل قلم به سمت پایین، انتها دوران و یک پرتاب. الف بعدی دوستان که بسیار پرکاربرد هستش، به خصوص در فرم نویسی ها، به این صورت هستش. قلم رو میاریم به صورت اوری و به سمت پایین. ما دوستان به شکل اس هم این رو استفاده میکنن، اس انگلیسی، به این صورت یا به این صورت. این هم شکل دیگه از الف هستش که شما میتونید تمرین کنید و ازش استفاده ببرید. دوباره این رو براتون انجام میدم. پرتاب. خدمت شما هستیم. با آموزش های بعدی با ما همراه باشید.